سمیه سیمین کجاست؟ انگار رفته شمع روشن کنه. شمع روشن کنه؟ برو صداش کن. باشه. یه لحظه وایسا. پس شادی کجاست؟ فکر کنم اونم رفته شیرینی پخش کنه. این دختر هر جا میره دیر برمیگرده. خدا میدونه باز کجا مونده. من اینجا نمیبینمش. هوا دیگه داره تاریک میشه. نمیدونم چقدر طول میکشه برسیم خونه. الان است که دیگه مصطفی هم بیاد. زود برو سیمینو صدا کن. چشم، الان میرم. هر جا هست بیارش. هرچی شمع بود روشن کردی، بسه دیگه. فقط این اون اصلا میدونه که براش شمع روشن میکنی و موقع روشن کردنش دستتم با کبریت میسوزونی؟ به نظرت اگه این کارو نکنم عاشقم؟ وقتی با آتیش بازی میکنی از سوختن نمیترسی؟ نمیشه عشقو توضیح داد، چون مثل آب روونه، مثل هوا در گردشه، مثل نور شمعی که راهش رو تو وجودت باز میکنه. زود باش دیگه، خاله منتظرت الان قور میزنه. اما قبل از اومدن به خاله گفتم کار دارم. اون فقط منتظره که هی قور قور کنه. بیا دیگه. باشه، اون بزرگتره، حتما شوهرش منتظره. دیگه بریم. خدا میدونه اونا کجا موندن. کجا بودین شماها؟ دیر شده. حتما میخوای تا شبم بمونی ها؟ نه خاله، راستش من. چی داری میگی؟ نمیخوای بیای خونه؟ میخوای شب همینجا بمونی؟ شادی کجاست؟ دفعه بعدی هیچ کدومتون رو نمیارم اینجا. بریم پیداش کنیم. بیرم. این کار توه؟ قربان عجله‌ای شد. مگه چقدر ازت وقت میگرفت؟ 1 دقیقه؟ 10 دقیقه؟ 1 روز؟ 1 هفته؟ این پرونده باید قبل از اینکه مدت تموم بشه روی میزم باشه. کاملش کن. زمان تحویلشو میدونی؟ قربان راستش چند روزی مریض بودم. شرکت تو رو بیمه کرده که کاراتو به نحو احسن انجام بدی و به موقع برسونیش به دست من. میخوام کارم 100% کامل و بدون نقص انجام بشه. این پرونده باید تا فردا روی میزم باشه. آره میتونی بری. بله قربان. الو، دارم میام. خیلی منتظرت بودم. مگه مادرمو نمیشناسی؟ مادرم روی ما حساسه و نمیذاره از جلو چشمش دور بشیم. اگه یه وقت جلوی چشمش نباشیم خیلی ناراحت میشه. خب چرا نمیای دانشگاه؟ راستش مادرم بهم شک کرده که کسی تو راه دانشگاه اذیتم میکنه. به خاطر همین نمیذاره بیام دانشگاه. میگه چون برادرم رفته دانشگاه بشینم با اون درس بخونم. حالا بگو ببینم، تو برام چیزی آوردی؟ یا بازم دست خالی اومدی؟ آوردم. خیلی خوب، زود باش نشونم بده. اینا علنگوان؟ اینم گوشواره. خدای من، اینا خیلی خوشگلن. از همون مغازه‌ای که دیدیم خریدم. خب من دیگه میرم. اگه مادرم ببینه پیش تو نشستم اون وقت قشقرق به پا میکنه. میبینمت. خدافظ. کجا بودی؟ خب رفتم شیرینیایی که بهم داده بودین رو پخش بکنم دیگه. یعنی اینقدر کارت طول کشید؟ بریم.
سلام خواهر رفعت، شمایی؟ سلام، اومدم برای پسرم شاهین دعا کنم و نظری بدم. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ ماشاءالله، زنده باشین. راستش بعد از فوت پدرش من خیلی ترسیدم. خب شما برای چی اومدین اینجا؟ اومدم برای مصطفی نذر رو نیاز کنم. نذر کردم پسرم یه کار خیلی خوب گیرش بیاد و ماشاءالله هم کار خیلی خوبی گیرش اومده. واقعا؟ چه خبر خوبی، خیلی خیلی مبارک باشه. ازت ممنونم خواهر جان. خواهر رفعت، خیلی وقت شما تشریف نیاوردین خونه ما. چی بگم نفیسه، سرم شلوغ بود و وقت پیدا نکردم، ولی تو اولین فرصت میام دیدنت. بریم؟ آره بریم. سلام علیکم، خوبی؟ سلام عرض شد، چطوری عزیزم؟ سلام قربونت برم. از دست این سیمین همیشه وقتی با هم میاد کاری میکنه دیر برسم خونه. خدا میدونه این دختر اونجا چه دعاهایی میکنه. همش اونجا دعا میکنه و هی پشت همم شمع روشن میکنه. نمیفهمم تو چت شده؟ انشالله دعای همه برآورده بشه. بس دیگه، تا اسم برادرزادتو میارم عوض میشی و هی شروع میکنی واسه من یکی قیافه گرفتن. بس کن نفیسه، بسه. حتی یک کلمه دیگه حرف نزن. لطفاً سعی نکن رازی که این همه وقت ازش پنهان کردیم و فاش کنیم. فاش نمی کنم، هیچی هم نمیگم و به خاطر تو ساکت میمونم. تنها نگرانی من پسرم مصطفاست، همین. اون همیشه نزدیک پسرم و مراقبشه. با نیتی به پسرم نگاه میکنه که میترسم همش میگم خدا پسر منو نجات بده. من از اون دختر متنفرم. من فقط یه پسر دارم، اگر دستش بدم توی این سه چه خاکی به سر خودم بریزم. همیشه به درگاه خدا دعا میکنم هرچی چشم بد و دخترای اهریمنی و از پسر معصومم مصطفی دور کنه. هر روز خدا رو شکر میکنم که پسر من نجیبه و با اون دختر اصلا نگاه بدی نمیکنه. به برادر صفدرم گفتم هرچه زودتر شوهرش بده تا اون دختر شوم از خونمون بره بیرون و درهای رحمت خدا که برمون بسته شده بوده باز بشه. بس کن دیگه، بسه. ساکت. دیگه نمیخوام الان صداتو بشنوم. پس مصطفی کجاست؟ مصطفی تو کجا بودی؟ خیلی وقت منتظرتم سیمین. خیلی دیر کردی. داشتم به پدرم غذا میدادم. پدرت؟ تو هر روز داری بهش غذا میدی، اما امروز دیر کردی. یادت رفته؟ امروز پنجشنبه است. هممون رفتیم مسجد. همین. مگه لازمه همش بری مسجد و شمع روشن کنی؟ خب بگو ببینم چه خبر؟ این دیگه چیه؟ هیچی. شمع که روشن میکردم سوخت. تا کی میخوای این کارا رو بکنی؟ تا خدا منو به مراد دلم برسونه. تو با خاله حرف نمیزنی؟ منم شمع روشن میکنم تا آرزوم برآورده بشه.
اگه خدا بخواد بالاخره خالم موافقت میکنه. موافقت میکنه. مادرم موافقت میکنه. اما کی؟ آخر سرم پدرم منو یه جای دیگه شوهر میده یا یکی میاد با هم ازدواج میکنه. خالم که همیشه میاد و از خواستگاره دیگه‌ای که دارم به پدرم میگه. اینجوری نمیشه. نه تو با کس دیگه ای ازدواج میکنی، نه قراره کس دیگه ای تو رو عروس خونش کنه. من عاشقتم سیمین جان. اجازه نمیدم عروس کس دیگه ای بشی. متوجه شدی؟ اما اگه همچین روز سیاهی برسه من خودمو دیگه همچین حرفیو به زبونت نیار. تا وقتی که من زندم قلبم برای تو میزنه. مگه تو جلوتو نمیبینی؟ من که چشم دارم و میبینم، اما انگار تویی که نمیبینی. نکنه کوری که خوردی به من. ببین چی کار کردی. لباس گرون منو خراب کردی. میدونی چقدر میارزه؟ هرچی هم که باشه از عزت نفس یه نفر با ارزش‌تر نیست. اما متاسفانه این حرفا حالیت نیست. عزت نفس؟ لباس یکی رو خراب کردی و براش از عزت نفس نطق میکنی؟ این حرفا فقط تو این جامعه خریدار داره. آها چون تو از یه سیاره دیگه ای، مال جامعه ما نیستی که. ببخشید آقای خارجی. خیلی خوب، چشاتو ببند. چرا؟ فقط چشاتو ببند و باز نکن. باز نکنی یا؟ یه لحظه صبر کن. حالا باز کن. این چیه؟ چرا موبایل گرفتی؟ اینو گرفتم تا بتونیم راحت با هم حرف بزنیم. هر وقت میای اینجا میخوای زود برگردی. نه گوشی رو پس بگیر. من لازمش ندارم. اگه خاله یا پدر بفهمن چی؟ خیلی عصبانی میشن. آره خودت نگهش دار، اینجا همون میبینیم دیگه مثل همیشه. سیمین جان کسی خبردار نمیشه، آروم باش، فهمیدی؟ نگران نباش، چیزی نمیشه. چت شد یا؟ مادر راستش برو پایین. سیمین مصطفی گفتم برو پایین. چی شده؟ چرا عصبانی؟ شاهین پسرم من با خودش چی فکر کرده آخه؟ اصلا بلد نیست با دخترها حرف بزنه. خب حالا مگه چی شده؟ سمیه تو بگو. اگه یه دختر اتفاقی به یه پسر بخوره و اون وقت سینی حنا روی لباس گرونش برگرده، باید به دختر اهمیت بده یا به لباس گرونش؟ معلومه دیگه به دختره. دیدی خیلی بیادبه که به لباسش اهمیت میده. واقعا؟ عجیبه.
پس فکر میکنی من بیادبم. یه چیزی از تو میپرسم، راستشو بگو. وقتی یه دختر سینی پر از حنا دستشه و بدون اینکه دور و برشو نگاه کنه داره میدوه و به یه پسر میخوره و حنا رو لباسش میریزه، دقیقاً مقصر کیه؟ بگو دختره باید معذرت خواهی بکنه یا نکنه؟ معلومه دیگه دختره باید عذرخواهی کنه. آره سمیه تو دوست منی یا اون؟ من نمیخوام توی این موضوع دخالت کنم، پس خوش بگذره. ببخشید، اما نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. قربان ببخشید اما خانوم برایشم صداتون میزنه. خیلی خوب باش. نمیذارم نقشه هایی که تو سرت داری عملی بشه. مصطفی تنها پسر منه. نمیذارم وارد خونوادم بشی و بخشی از اون بشی. پس بهتره هر چه زودتر رابطه خودت و مصطفی رو فراموش کنی. اما خاله چرا اینقدر از من متنفری؟ من که همیشه بهتون احترام گذاشتم. یه رازایی برای آبروی خانواده مخفی مونده و بهتره همین جوری بمونه. فقط اینو خوب بدون، آرزویی که تو سرت داری غیر ممکنه که برآورده بشه. فهمیدی؟ و بهتره همین الان و همینجا آرزوتو برای همیشه دفن کنی. آشپز جدیدمون کارش خیلی بهتره. بالاخره بعد مدت‌ها آشپز خوبی داریم. شاهین، برنامه‌ت برای ازدواج چیه؟ چطور یهو بحث ازدواج من شد؟ من مادرتم. من به فکرت نباشم پس کی باید باشه؟ فعلا نمیخوام ازدواج کنم مادر. چرا؟ من تازه کارمو شروع کردم. بذار زیر پام سفت بشه، بعدن اگه وقت شد به ازدواج فکر میکنم. منظورت چیه؟ آخه وقتم شد بهونه. من این چیزا تو کتم نمیره. من میخوام که ازدواج کنی. نمیتونم دیگه بیشتر از این منتظر بمونم. کسی رو دوست داری یا خودم برات پیدا کنم؟ چون پیدا کردن یه دختر خوب زمان میبره. پیدا کردن یه خانواده خوب این روزا خیلی سخته. اما مجبورم. مادر من، گفتم که فعلا نمیخوام ازدواج کنم. در ضمن من اصلا به ازدواج اعتقاد ندارم. پسر مگه تو عقل تو از دست دادی؟ اعتقاد ندارم. پیرهن تو برات اتو کنم؟ آره اتو کن. راستی
تو نمیخوای بری دانشگاه؟ نه، تعطیلم. پس یعنی سیمینم خونه است؟ آره. میشه یه چیزی بگم؟ بگو. تو واقعا ترسوی. مردا شجاعن، خیلی قویان و همیشه سر قولشونم میمونن. اما تو منتظر یه ناجی بیاد اینجا و کمکت کنه. دوستش داری، اما بهش نمیرسی. من نه ترسوام، نه آدم ضعیفیم. فقط نمیدونم باید دقیقاً چی کار کنم. میدونی چرا شب پرا میان سمت نور شب؟ با اینکه میدونن که میسوزن. عشق اینجوریه، فکر کردن نداره. تو چی میدونی؟ آخه مگه تو هم به عشق فکر میکنی؟ اما من یه عاشقم. عشق درموندت میکنه. راه رفتن برات سخت میشه. وقتی عاشق شی تازه میفهمی. همه مثل تو خوششانس نیستن که بتونن عشقشونو علنا اعلام کنن. بعضی هم تمام عمرشون نمیتونن از عشقشون حرف بزنن. میتونم جلوی همه دنیا بگم که من عاشق و دلباخته سیمینم. عالیه. حالا به نظر عاشق میای. تو برای قانع کردن مادر کمکم میکنی؟ من چطور میتونم کمکت نکنم؟ کمکت میکنم. وقتی زمانش رسید روی من حساب کن. میرم اینو اتوش کنم. شاهین؟ بله. پسرم لطفاً به راننده بگو اینو برای دایی صفتر بفرسته. اما دیروز خودت میتونستی بهش بدی. من که پاک یادم رفته بود. لطفاً زحمتشو بکش. خیلی خوب. کی اومدی؟ همین الان. بگو ببینم چرا نماز بی وقت میخونی؟ وقتی کسی گوش نمیده باید از خدا کمک بخوای. میدونم، اما بگو ببینم تو دعاهات از خدا چی میخوای؟ میتونم بدونم واسه کی دعا میکنی؟ یکی هست، بعدم بهت میگم. چرا الان بهم نمیگی؟ چرا گذاشتی بعدا؟ باشه ازم قایم کن، اما من که میدونم. چی میدونی؟ اون کسی که براش شمع روشن میکنی و داری براش دعا میکنی همون کسیه که از خدا میخوایش و اون همونیه که همش بهش فکر میکنی و براش نماز میخونی. خدا میدونه داری از چی صحبت میکنی، من که نفهمیدم.
سلام دایی جان. و علیکم السلام پسرم. بفرما بشین. نه ممنون دایی جان، این نظریه رو برای شما آوردم. به دایی اخلاقم لطفاً بدین، من دیرم شده باید برم. باشه پسرم، حتما. فقط لطفاً یه لحظه اینجا وایسا تا من یه چیزی بهت بدم که به مادرت برسونی. همین الان میام. من که نه این تویی که دیوونه شدی و عاشق شدی. راستی دیروز شاهین خیلی بهت زل زده بود. اون که نیست. دیوونه شدی؟ من و شاهین؟ امکان نداره. چرا؟ مرد خوبیه که خوشتیپ و خوشگلم است. از آمریکا هم برگشته. کار و کاسبیش هم که سکه است. و وقتی نگات میکنه محوت میشه. درسته که از آمریکا برگشته و کار خوبی هم داره، اما اخلاقش افتضاحه. وایسا ببینم مگه اخلاقش چه مشکلی داره. به هر حال اگه کسی موقع دیدنم اونجوری محوم بشه مطمئن باش که بهش بله رو میگه. کسی مثل شاهین نه میتونه کسی رو دوست داشته باشه، نه مطمئنم میتونه محو کسی بشه. والا این سنگ میمونه. کاملا حق با توه. من از این کار خوشم نمیاد، چون برای چیزایی به درد نخوری مثل عشق وقت ندارم. من آدمی نیستم که به اسم عشق به کسی امید بدم، که به اسم عشق یه عمر کنار هم بمونیم و هر کاری بکنیم جز عاشقی. کار من پول در آوردنه و پول قدرت میاره، چون میتونی هر چیزی رو باهاش بخری. خیلی به خاطر پولت مغرور شدی. میتونی هر چیزی رو با پولت بخری، اما نمیتونی عشق و محبت کسی رو بخری. عشق، محبت، علاقه، پول میتونه همه رو بخره. فقط باید بدونی چطوری بخریش. نمیدونم چرا دارم بحث میکنم. من وقت ندارم. وقتم خیلی با ارزشه. توی این مدت پول در می آوردم، اما تو از ارزش زمان چی میدونی آخه؟ فقط به خودش فکر میکنه. من و شاهین امکان نداره. درسته که از آمریکا برگشته و کار خوبی هم داره، اما اخلاقش افتضاحه. کسی مثل شاهین نه میتونه کسی رو دوست داشته باشه، نه مطمئنم میتونه محو کسی بشه. خیلی به خاطر پولت مغرور شدی. میتونی هر چیزی رو با پولت بخری، اما نمیتونی عشق و محبت کسی رو بخری. بله. پرونده حاضر قربان. ماهی چقدر میگیری؟ 700 تا.
ازدواج کردی؟ نه قربان، فعلا نامزدیم. واقعا؟ سنتی بود یا عاشق شدی؟ عاشقشم. عشق. باشه، حقوق 2 برابر میشه. واقعا قربان، خیلی ازتون ممنونم. غروب بیکاری؟ راستش با نامزدم قراره شام بریم بیرون. درست. داشتم فکر میکردم امروز شام ببرمت بیرون. جدی میگید قربان؟ خب من حتما باهاتون میام. پس جواب نامزدتو چی میخوای بدی؟ بهش میگم نمیام. مشکلی پیش نمیاد. خیلی خوب، پس خبرت میکنم. باشه قربان. عاشقی. خدا رو شکر پدر متوجه خشم شاهین نشد، وگرنه از دستم عصبانی میشد. یه چیزی ازت بپرسم. بپرس. اگر اون با کس دیگه ای ازدواج بکنه، اون وقت تو میخوای چیکار کنی؟ اینجوری نمیشه، چون من به قدرت دعاهام خیلی باور دارم. خدا هرگز اونو از من نمیگیره. فقط تصور کن اگه بشه اون وقت چی کار میکنی؟ اونجوری خودمو میکشم، اما قبلش اونم میکشم. کسی که اونو ازم گرفتم میکشم. اما اینجوری نمیشه، خوب میدونم. سمیه چه شد؟ چیه؟ شنیدم حقوق آرزو رو زیاد کردین. میتونم بپرسم برای چی؟ از کجا میدونی؟ الان دیگه همه دفتر میدونن. من فقط میخوام علتش رو بدونم. ازش خوشت اومده؟ فکر میکنی سریغم همچین دختری؟ اما اون منتظره. وقتی ازش پرسیدم گفت میخوام با شاهین برم بیرون شام بخورم. ببینم خبریه؟ فقط میخواستم بدونم بین پول و عشق کدومش قدرت بیشتری داره. که فهمیدم. اصلا چرا به دختر داییت فکر نمی کنی؟ تو اصلا از اون خوشت نمیاد؟ نه اصلا. میدونی که من به عشق اعتقادی ندارم. یعنی میخوای بگی حقوق آرزو رو بیشتر کردی تا بتونی ثابت کنی پول خیلی از عشق قوی تره و عشق اصلا مهم نیست، اما پول هست. درست میگم؟ درسته. خیلی آدم عجیبی هستی. حرفات تموم شد؟ بهت برم. راستی یه چیزی میگم، اگه دانشگاه سر راحته چک آقا خالدم براش ببر بی زحمت. باش. اگر اون با کس دیگه ازدواج بکنه چی کار میکنی؟ اونجوری خودمو میکشم، اما قبلش اونم میکشم. کسی که اونو ازم گرفتم میکشم.